سوال دیگری که هست، من یک زنم در مهاجرت در آلمان در گرمانیا، صاحب 2 فرزند. بابای حاجی طول 3 سال می شود خسرم زنهای فاحشه را به خانه می آورد و من و فرزندام و شوهرم 4 یا 5 ساعت از خانه بیرون میکنند. هوا چی خنک باشد چی گرم. خواهش میکنم یک نصیحت کنید تا خسرم فهمد. خواهر عزیز و برادر بسیار گرامی، حقیقتا بسیار یک حال مشکل است وقتی که در خانه ما زندگی کنیم و مقصد خسر من یا کلانتر من ما را آمده از خانه بیرون کند که من یک زن بیگانه آوردم و مقصد با او میخواهم که دست به حرام زنم. الله مهربان ما پناه طلب میکنیم از این گونه خاندان و از این گونه خسر و از این گونه پدر و هر کسی که نباشد. و شما اگر خوب میشد که هرگاهی که وی با نفر از امو حرام خود می آمد شما در او را نمیکشادید، یا اینکه درش کشادینم مقصد نگذارینش، خودش هم که گذاشتین همون زنی را که آورده است او را شما پیش کنید. شما در این مسئله گناهگار نمیشین، بلکه انشاءالله شما دفاع از دین تان میکنید. این یک رحم با بر خود همون پدرت یا خسرت میشود که تو را از یک کار حرام باز داشتی. برای همین راه حل اینها همین است که ما اینها را نگذاریم. هرگاهی که آورد همراهش صخروی میکنیم. حتی اگر در کار شد از قانونهای همون دولت هم استفاده میکنیم تا که پیش راه اینها را ممکن که این آدم به توصیه ما به مصلحت ما مقصد حتی نیاز هم نداشته باشد، گوش هم ناندازد. بسیاری اینها را انا همون دردی بد دواش بعد شما همون قانونهای دولت قطعی میتونید که صدراشین یا پیشگیری کنید. وای خفه می شود، وای ملال می شود، وای شما را دعا میکند، دشنا میکند. از اینهاش یگان خواهر و برادرای عزیز ترسان نباشیم. انشاءالله اینجا به خاطر خدا که هست یگان زیان به شما نمیرسد. سوال دیگر، پدر در حالت مستی به فرزندش گوید که آقت کردم چی می شود؟ انا هر یک پدر در حالت مستی باشه و فرزندش آق کند، یعنی بسیاری سوال های می شود که پدرها فرزندها را در کارهای گناه دلالت میکنند. اگر همین کار تو مقصد انجام نتی من آقت میکنم. نه خواهرها دادرای عزیز، این آق اینها آق نیست. آق به خودش شرط و شرایط دارد. برای چی من یک قصه را پیشتر حکایه میکنم، دوره های بگیم همان خلافت حضرت عمر بود. میگه وقتی نفر یک پدر از جاش خیست گفت که چی میگویی در حق فرزندی که ریش پدر میقپد و در سر او با تیاق میزند؟ حکم همین فرزند چی است؟ تا حال حضرت عمر میگه جواب نداده بود که این پسر از جاش خیست. حضرت گفت همون پسری را که همین پدر از او شکایت دارد همون فرزند منم از شما یک چی میپرسم، آیا همون چگونه ای که پدر بالای فرزند حق دارد آیا فرزند بالای پدر حق دارد؟ گفت بله حق دارد. گفت چی حق دارد؟ گفت حقش این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه. که معامله نادرستی که داری دادر عزیز این در دست خودته. البته همیشه حرکت کن، هیچ وقت نباش از زمره برادری که در خانه از خفه باشن، ای تو ملال باشن. کاری کن که در خانه دوستت بدارن، احترامت کنن، به قدرت برسن. همین برادرای عزیز یا خواهر، همین زبانی حقارت کننده یا آزار دهنده را کی ندارد؟ آیا این کاری مشکله؟ این کار مشکل نیست، ولی رای بهبود خوبش میه که ما با فرزندامون با خواهرامون
با اولادامون همیشه معامله خوب کنیم. هیچ وقت مقصد سخن قبیح و زشت نگوییم. انشالله این است خواهرها و برادرای عزیز راه حل این مسئله. سوال دیگر، شخص بی نماز را بی ایمان گوییم گناه است؟ یعنی یک آدم نماز نمیخواند، آیا همون را از روی گوییم نظر دین مان یا عقیده اهل سنت، آیا همون را میشود که بگیم این آدم بی ایمان است، این آدم کافر است؟ آیا همین خیال در نسبت بی نماز ما حق داریم بگیم؟ برادرای عزیز و گرامی، اولا که ما حق نداریم. نمیتونیم که آدم بی نماز بی ایمان بگیم یا کافر بگیم. حتی در عباره های گویم در کتاب های عقیده آمده است، عقیده اهل سنت میگه والکبیرة لا تخرج المؤمن من الایمان ولا تدخلوه فی الکفر. بینید میگه گناه کبیره انسان از ایمان خارج نمیکند و او را در کفر هم داخل نمیکند. برای همین هیچ گاه ما نمیتونیم که آدم نماز نمیخونه بگیم ای مقصد بی ایمان، یا در یگان جا بشینیم آدم بی نماز حکم به کفر کنیم. گاه میشه در موعظه و در برآمدا مقصد یکی از دهن میبراید که میگوی که مثال پیامبر گفته است که آدمی که نماز نخواند، خب بین مسلمان و بین غیر مسلمان فقط فرق نماز است، لیکن اینجا در او کفری را که در حدیث آمده است، حتی گویم خود همو شارح های حدیث میگن این کفر نعمت است، این کفر مطلق نیست. برای همین یعنی کسی نماز نخواند، نماز که نعمت است، ای همی بگیم چیکار کرده است؟ کفران کردگی است، یعنی از همی چشم پوشی کرده است، ای همی نعمت خدا خودش دور گرفته است که وای باید چشم پوشی نمیکرد، باید دور نمیگرفت، بلکه پایبند نماز میشید. برای همین ما عقیده اهل سنت حق ندارد. فقط همین مذهب بگیم یا رویه خوارج، این خوارجا که خوارج اکثرا میگن همون کسانی که از اطاعت حضرت علی روی پیچیدن که نامی خوارج گرفتن، انا خوارجا آدمی که مرتکب گناه کبیره شود، نه تنها نماز، هر گناه کبیره در که مبتلا شد در حکم به کفرش بکنند. برای این عقیده ما و شما برادر عزیز این نیست که ما آدمی بی نماز بی ایمان بگیم یا کافر بگیم، فقط وای آدمی گناهکاره و از همین نعمت خداوند کفران کردگیه. بهترش همینه برادر عزیز که ماها در نسبت اونها سخنهای قبیح نگیم. ما گفتی حضرت مولوی ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما نه آمدیم که نفرهای را از دین ما دور کنیم، ما برای آن آمدیم که مردم با پروردگار ما پیوست کنیم. انا که تو اگر بسیار اینقدر اگر مقصد مرده که خطا بغیرت مجاهد خیلی خطا اگر آدمی دیندار بگیری، تو یک آدمی که نماز نمیخوانه او را پایبند نماز کن. یک آدمی روزه نمیگیره تو را مقصد با ماه مبارک نزدیک کن. انا انشاءالله این از غیرت ما و شما برادر عزیز.